خب حتما شنیدین که کشتی تایتانیک با یک کوه یخ برخورد کرد و غرق شد. خب داستان اینه که خدمه کشتی حتی دیده بودن که یه توده یخ روی آب هست و فکر می‌کردن اگه برن به اون توده یخه در واقع برخورد بکنن، اون یخه شکسته میشه و از بینش میگذرن، که حالا بهش برخورد کردن و در واقع غرق شدن. دلیلش اینه که کوه یخ یک پدیده طبیعیه که شما وقتی که از روی آب بهش نگاه می‌کنید فکر می‌کنید فقط یه توده کوچیکه، ولی در واقع 90% از حجم اون کوه یخ زیر آبه و از روی آب دیده نمیشه. خب این باعث شده که یک نظریه‌ای تو علم آمار به وجود بیاد به اسم نظریه اصل کوه یخ و داره میگه در واقع اون چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم و به چشممون میاد فقط یه بخشی از اون حقیقتیه که امکان داره وجود داشته باشه. و با دونستن همین اصل خیلی ساده شما میتونین خیلی از کلاهبرداری هایی که مخصوصا تو بازارهای مالی و فضاهای مجازی در واقع وجود داره رو ازشون دوری بکنین. هایلایت کوه یخ رو حتما توی پیج من چک کنین، اونجا خیلی مفصل راجع به این موضوع صحبت کردم و پیج من رو فالو داشته باشین تا محتواهایی که تو آینده میذاریم رو از دست ندید.